شام 31 اکتبر بر اثر سوختار در کهدان محمد علی قربانوف ساکن ناحیه واسه دو کودکش و یک کودک همسایه که از 2 تا 5 سال داشتند به هلاکت رسیدند. به جای حادثه نخستین شده پیرمرد همسایه ابراهیم مدیسمانوف لال رسیده و کودکان سوخته را از آتش کشیده است و با رسیدن 25 همسایه دیگر حدود 10 دقیقه علنگه آتش را خاموش کردند. این سوختار بر اثر آتشبازی کودکان در عاقلخانه سر زده، در پی آن 250 کیلوگرم خوراک درشت چاروا سوخته و نابود گردیدند. ولی شهنازه احمد و نیز مادر 2 کودکی که در این حادثه جان باختند، حین تلاش نجات فرزندانش جراحت برداشته است. همسرتان ولی در بیمارستانه؟ او هم دست کانتا چیزی سوخته خاطر پوش کانتا. شوی افتان شد. از بیمارخانه ولایتی در شهر کولاب به رادیو آزادی گفتند که 80-90% بدنهای کودکان سوخته بود و امکان نجات آنها وجود نداشت، اما وضع شهنازه احمد و بهتر گفته می شود. در همین حال از مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که حادثه از بی‌اهمیتی والدان و آتشبازی کودکان رخ داده است.